ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. درود به شما. انقدر محبت داریم با کی؟ با بابای برفی. همش از خوردی بود که محبت ما را زیاد کردن. بابای برفی میوید برای تو تحفه میدهد پدرکه. دید مروز همین گونه بود که از بابای اصلی خودمون بابای برفی را بیشتر دوست می‌داریم. پس تاریخ را ورق زدیم که بابای برفی کیست و از کجا پیدا شد. چند قصه ها بود، اما یکیش رو پیدا کردم که به حقیقت نزدیکتر است. در همین روز عید دارن، دیگر مردم عید دارن و در همین عید وقتی که بابای ریشهایش بلند بود و موی سر بیرون میبراید، بیرون برف بود. هنگامی که تحفه میارد، تحفه عیدانه، از مغازه دکان تا به خانه برف میبرد، ریش و همه جای سرش سفید. وقتی که در رو شده میدراید، همه نبیره ها، همه دوست رویکانی که آنجا بودن میگن که وا بابای برفی اومد برای ما پدرکه آورد، تحفه آورد. همین طریق بابای برفی پیدا شد. اما امروز ما در دل فرزندانمان آنگونه تعریف و تصنیف میکنیم. خب کن بابای برفی برای تو تحفه میبرد، این سال اگر که خوب شدی برای تو تحفه. خوب توجه کنید، اینها را آمیخته نکنید. من در باره سال نو گپ نزدم. عموما به سال نو کاردار نیستم، اما دینی هم کاردار نیستم. فقط اطراف آن صحبت داریم که محبت بابای برفی زیاد از نظر به بابای اصلی امان. چرا باباهای خودشان را تعریف نمیکنید که محبت بندن؟ همین باور کنید، بابای برفی را از بابای اصلیشان بیشتر دوست میدارن. چون گفتیم اونقدر محبت دارن. هر روز بابای بیچاره از کوچه که میاد یگون چیز میارد، اما همون یک، من نمیدونم، اما یک تحفه خورده که نوارزنده که در همون هر کجایی که از بابای برفی میتید، چون برای اونها یک کلان دیگر است. این چیزها از بین میرود، امروز نه فردا میرود، آهسته آهسته. اما ما کوشش کنیم که بید باباهای اصلیشان را، محبتشان را در دل فرزندان جای کنیم، نظر به آنه که بابای برفی. اگر ساده کرده فهمونیم، تا کی فرزندها را افسانه میگوییم یا دروغ میگوییم؟ آیا وقتی که میگوییم که بابای برفی میآید برای تو تحفه میآورد، چیزی چیها بعد کلان میشود، میفهمد که در حقیقت بابای برفی نیست؟ دوره‌ای که باغچه میخواندم یک شعر از یاد کرده بودم. معلمم از یاد کن گفته بود که بابای برفی اومده، دید مروز اومده برای تو تحفه میآورد. تا حال در یادم هست. باور میکنید تا حال اون محبتی بود، اون چی که بود این گونه بود: здравствуй дедушка Мороз, у тебя красивый нос. همین رو میگفتی برای تو یک تحفه میداد و همین خرسندانه. همین طور و رفت شما اطراف بابای برفی، دید مروز، باز چی فکر دارید یا نمیدونم تاریخ رو با شما چقدرتر بدونید، میتوانید در کامنتر بنویسید. حتما از فکر شما هم نیست استفاده میبرم. این تنها یک فکر شخصی من بود و بس. خود رو احتیاط کنید. خداحافظ.